اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم خاطر همه نعمت‌های خوبش و به خاطر توفیقاتی که به طور پیوسته در این ماه مبارک نصیب ما و شما میکنن. چون رمضان خودش یک توفیقه و صدها توفیق دیگر هم همراهشه. رمضان خودش یک نعمت هست و صدها نعمت‌های دیگه هم در خود به همراه داره و به همراه آورده و عبادتی است که میتونیم بگیم یک عبادت ویژه هست و خیلی آوانتاژها هم و رخصت‌ها تو این ماه رعایت شده بدونی که ثواب این عبادت کم بشه. نماز گرچه عمود و رأس دین هست، ولی خب خیلی نماز کاملی اگر بخونیم، حالا نماز صبح که قرائتش طولانی تره 10 دقیقه دیگه بیشتر طول نمیکشه، که اگر توی این نماز هم صحبت بکنید چیزی بادی از انسان خارج بشه، بالاخره خیلی مسائل دیگه، چرت بزنید، بخوابید، خرید و فروش بکنید، با بغل دستی صحبت بکنید، سرت بگردونید، اینا همش مبتلات نمازه و ثوابش هم کم میشه. ولی روزه یک روز کامله. خداوند اجازه داده که روزه باشید بخوابید ثوابت هم کم نشه، بی وضو بشید روزه باشید ثوابت هم کم نشه، معامله بکنید، برید بازار معامله بکنید روزت ادامه داشته باشه ثوابت هم کم نشه، در خدمت خانواده‌ات باشید، در خدمت فقرا باشید ثوابت کم نشه. همجور برو. خیلی عبادت با برکتی است که نه تنها نماز خوندن توش یا تلاوت قرآن از این ثواب گیرت میاد، بلکه همه اینها که گفتم خیلی راحت خداوند داره ثواب میده. ثواب روزه که کم نمیشه، باطل نمیشه. پس یک عبادت ویژه هست. به همین منظور خداوند گفته که ثواب روزه خودم میدم. میگه ثواب نماز که میده، ثواب نماز هم خودش میده. این جمله رو گفته که ویژگی این عبادت رو برسونه و جلب توجه بکنه، بندگانش رو متوجه بکنه که متوجه این عبادت ویژه باشن و از لحظاتش استفاده بهینه ببرن. امشب خیلی چیزها تو ذهنم هست که بگم که بعضی از این مسائل سوالی سیاه مسئله است که دوستان مطرح کردن، راههای رسیدن به خداوند چیه؟ اگر قرآن تو نماز دستمون بگیریم نمازمون باطله. تو سلام هفتم امام خوندن و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه خیلی زیباست و لازم هست که وقفاتی داشته باشیم، مثل همون ربنا لا تزغ قلوبنا
چند تا پیام بازرگانی هم هست. بالاخره شاید تجار، اونه که اهل معامله هستن، بخوام به سرمایه هاشون بیافزاین. یکی دو تا حدیث مال بهشت هم مونده تو ریاض الصالحین. خداوند به هممون توفیق بده که بتونیم روز به روز چیزی رو از خداوند نصیب خود بکنیم که عشق و علاقه ما به خداوند بیشتر بکنه، یقین ما رو افزایش بده و ایمان ما رو افزایش بده که در مسیری که انتخاب کردیم شک نکنیم. دوست افغانی داریم همینجا تو همین محله هست، با وقتی منو میبینه یه وقتی به من گفت که یکی از برادران افغانی از دوستانمون یه سری اعتقادات مسیحیت داره پیدا میکنه، یه وقتی اگر شد با هم بشینیم صحبت‌هایی بکنیم، گپی بزنیم، شاید تعجب بکنی. انسان در معرض خطر هست. یه وقتی تو همین بندر عباس یا تو بعضی از شهرستان ها، حالا لنگه یا حتی خمیر، بعضی موقع جاهای دیگه میشنویم که دوستان نقل میکنن مثلا فلان جوان داره زرتشتی میشه، از تشیع و از تسنن همه دیگه کاری نداریم. حالا یا بهائیت مثلا تو بعضی از مناطق بندر لنگه. انسان همیشه نیاز داره که دوستانی داشته باشه که به هم تعهد بدن که مواظب هم دیگه باشن. همیشه از خداوند ایمانی بخواهیم که حلاوت اونو تو دلهامون احساس بکنیم، شیرینیش که دیگه هیچ چیزی تو دل ما شیرین نباشه غیر از ایمان به خدا. یقینی داشته باشیم که دیگه در مسیری که انتخاب کردیم دچار شک و تردید و دودلی نشیم در آینده. و خاتمه به خیری خیلی مهمه. استاد فتحی یکن یک کتابی داره به اسم المتساقطون علی طریق الدعوه. انسان هایی که در طول مسیر دعوت سقوط میکنن. یه عده‌ای مثلا یه مقداری از راه میان بعد میافتن، یه مقداری بیشتر از ربع میان بعد میافتن، یه مقداری نصف راه میان بعد میافتن، یه مقداری دو صبح راه، یه مقداری با فاصله یک وجب یک ذراع به بهشت. حدیث داریم دیگه. سقوط میکنن، نمیرسن. المتساقطون علی طریق الدعوه. همیشه باید اینو بگیم خدایا نظر تو بر نگردد، خدایا کمکمون بکن، دستمون بگیر، به خودمون وا مگذار، ما انسان ضعیفی هستیم، عوارض در ما حاکمه، تأثیرگذاره در ما. بالاخره دشمنم خیلی عالم و باهوش و زیرک و حرفه‌ای، پس خودمونم باید کامل بکنیم. یکی از مسائلی که نمازگزاران باید توجه بکنن، با اون احترامی که شاید نشه وصفش کرد نسبت به همه ائمه مجتهدین و بزرگان دین و علمایی که واقعا در زمینه‌های مختلف خدمت کردن به امت اسلامی، با اون احترام زاید الوصف باید توجه بکنیم که هم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و هم امام مالک و هم امام شافعی و هم امام
احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم اجمعین، چه مؤسسین مذهب سفیان ثوری و دیگر بزرگانی که مجتهدین مطلق بودن و صاحب مذهب بودن. تنها این 4 امام نبودن که صاحب مذهب بودن، اینا شاگردایی داشتن، بعد از وفات خودشون مذهب رو توسعه دادن، فروعات فقهی و تا آخر، و این 4 تا مشهور شدن. اگرنه کسانی بودن که در رده این 4 بزرگوار بودن، ولی آراء فقهیشون تو کتاب‌های فقه، تو مراجع فقهی وجود داره. داوود ظاهری، مذهب ظاهری، بنیانگذار مذهب ظاهری، ابن حزم. حالا این 4 تا مذهب مونده. درست نیست که من در نماز بیستم چون مذهبم حنفی است بگم نیت کردم 4 رکعت نماز فرض پشت سر امام پیش نماز حنفی الله اکبر. شنیدیدم چیزی؟ یا شافعی بگه نیت کردم 4 رکعت نماز فرض ظهر پشت سر امام شافعی الله اکبر. اگر درست نیست چنین نیتی بکنیم، آیا درست است بعض موقع تعصبات خشک بی منطق اعمال بکنیم که محلی از اعراب نداره؟ همه این بزرگواران میگن اگر حدیث صحیح شد حرف ما رو به دیوار بزنید. ما در مذهب شافعی مذهب قدیم داریم و مذهب جدید. زمانی که امام شافعی رحمت الله علیه مسافرت کردن به مصر، با علمای مصر ملاقات کردن، از مصر ازدواج کردن، اونجا موندگار شدن، یک مذهب جدید فقهی چه درست کرد و ما الان در مذهب شافعی داریم قول قدیم و قول جدید. فتوا بر قول جدیده. علمای جدیدتری، علمای کاملتری، علم که دنیایی است، از خیلی از فتواهای قدیمش برگشت. همچنین امام ابو حنیفه و همچنین امام مالک و همچنین امام احمد بن حنبل، همه این بزرگواران گفتن که اگر اذا صح الحدیث فهو مذهبی، بعد از حیات من اگر دیدی قول من و صحبت من و فتوای من با حدیث پیامبر تضاد پیدا کرد، چون من کسی نمیتونه حاوی کل احادیث باشه که، اونم در اون زمان که امکانات کم بوده. امام ابو حنیفه در کوفه بوده، کوفه مرکز کذابین و دروغگویان بوده. در نتیجه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شرایط و شروط خیلی سختی برای خودش گذاشته بود، چون امام مالک میگه حدیث داخل مدینه 1 وجبه، همین حدیث میره تا خراسان و تا کوفه و عراق برمیگرده، همون حدیث شده 1 متر. همجور کلمه کلمه میچسبونن تا برمیگرده. و حدیث تو مدینه 1 وجب بوده، مدینه مرکز حدیث بوده. امام مالک در مدینه در خود مسجد پیامبر اونجا حلقه صلی الله علیه وسلم حلقه علمی داشته. در نتیجه مذهب امام اعظم معروف به مذهب قیاس و رأی. اونجا دیگه بیشتر قیاس اعمال میکنه، چون حدیث نمیرسه اونجا، فاصله زیاده، اونم در اون زمان. امروز که نیست که تو در 1 ماه بتونی کل ممالک اسلامی و کتابخانه هاش، اصلا نیازی سفر بکنی، با یک دکمه زدن کتابخانه جامع ازهر مصر رو بیارید جلو خودت، کل کتاب ها رو بیارید جلو خودت با یک دکمه زدن، ورق بزنید. نمیخواد اصلا مسافرت بکنید، دنیا اینقدر نزدیک شده و ابزار ارتباطات اینقدر متنوع و سریع شده. پیشرفت علمی دیگه، هرچی به پایان عمر دنیا نزدیکتر میشه، وسایل ارتباطات و نقل و انتقال و اینا وعده خداوندیه، در حدیث وارد شده. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه و یخلق ما لا تعلمون. یه زمانی
آیه قرآنیه. یه زمانی اسباب وسایل نقل و انتقال شتر و اسب و قاطر و نمیدونم فلان بود. خداوند میگه و یخلق ما لا تعلمون. ای پیامبر و ای صحابه، یه روزی میرسه که وسایل نقلیه هم عوض میشه، شما ندیدید و شما نمیدونید، اصلا لازم نیست بپرسید. و یخلق فعل مضارع است، دلالت بر استمراریت میده. هر لحظه وسایل تغییر میکنه، اگه تغییر نکنه کیفیتش تغییر میکنه، سرعتش داره افزایش پیدا میکنه. شما فکر میکنید هواپیمایی که ویلبر رایت و برادرانش درست کردن مثل هواپیمای امروزه؟ 100 سال پیش درست شد، سرعتش همینه؟ نیست. روز به روز. من به برادران احناف بگم که تو قضیه نماز وتر خاطرتون جمع باشه که نمازتون باطل نیست. حتی اگه علمای مذهب احناف فتوا بدن که باطله، پشت سر شافعی نکنید. آدم میره مکه، اونجا حنبلی هن. تو مسجد الحرام پس وقتی میخواد وتر بخونه همه برن بیرون. حالا تصور بکن مثلا 1,900,000 2,000,000 نفر تو مسجد الحرام پشت سر سدس دارن نماز میخونن، موقع وتر 500,000ش بره بیرون. میدونی چه صحنه‌ای رخ میده؟ اونا هم حنبلی هن. قنوت هم دست بلند میکنن. من به برادرای احناف بگم که این وتری که ما میخونیم وتریست وسط بین 4 مذهب. خب ما مذهبمون شافعیه. اگه بگیم مذهب، دیدیم که خیلی از برادرای احناف میان این مسجد وتر شافعی رو تغییر دادیم، نه اینکه پشت به مذهب کردیم. در مذهب شافعی تاکید بر اینه که وتر در 2 سلام خونده بشه، یه 2 رکعت سلام بدن، یه رکعت. و در مذهب شافعی تاکید بر اینه که قنوت از 15 رمضان به بعد بکنن. میبینید که ما از اول رمضان میخونیم. میدونیم ما چرا این کار کردیم؟ به خاطر که یک نزدیکی باشه که این برادرها صف خالی نکنن. من 2 سال پاکستان بودم، یونیورسیتی اسلامی اسلام آباد. پاکستان حنفی هن. خب من رفتم اونجا چیکار بکنم؟ نماز تراویح کجا خوندم تو این 2 سال؟ نماز وتر کجا خوندم؟ پشت سر امام حنفی. اونا سرکت رو تو 1 سلام میخونن. قنوت وقتی که سوره تمام شد خوندن دوباره چه؟ یه الله اکبری میگن، رکوع دیگه قبل از رکوع دوباره چه؟ دست میبندن، همینجور قنوت میخونن. ما همه کار کردیم، از صف بیرون نرفتیم. 2 سال من اونجا تراویح و وتر خوندم پشت سر. خاطرم هست اولین باری که رفتم پاکستان، کراچی رفتم، تو نماز ایستاده بودیم، یک دفعه یه چیز سنگینی تق خورد تو سرم تو نمازو. بعد که متوجه شدم همین کلاه حصیریه. کلاه حصیری تو نماز گذاشتن رو سرم تو نماز. و من تو نماز این کاری نکردم که این کلاهو پرت بکنم. چی حنفی تو نماز داره کلاه تق میذاره رو سرم. تو برو تو مذهب حنفی، تو مذهب شافعی، تو مذهب مالکی، تو مذهب حنبلی بگرد که آیا کلاه جزء مبطلات نمازه؟ نیستا. مبطلات نماز این که باد از انسان خارج بشه تو نماز، حرف بزنید، چیزی بخورید. چرا سخت میگیریم؟ دین یسره. یکی از برکات خداوند همین 4 مذهبه. باور بکنه همین 4 مذهبه که انسان به خاطر قنوت یا به خاطر کلاه یا به خاطر اینکه بسم الله سر بگه یا جهر بگه نتونیم پشت سر هم نماز بکنیم. بعضی از علما، حتی بعضی از دانشجوهایی که دانشگاه‌های اسلامی میخونن، بعضی از متفکرین نقل میکنن تو کتابشون که شافعی در تشهد انگشتش اینطوری گرفته بود شهاده بالا، یک دانشجوی حنفی تو نماز انگشتشو خورد کرد. تو بعضی کتاب‌های شافعی ببینیم که نباید زن از حنفی بگیره، تو اون کتاب میبینیم نباید زن از کجا آمده این؟
این المؤمنون بگه اخوه نیست. همون سفری که رفتیم پاکستان سال اول چه؟ خب برادر احناف آمین و سر میگن، نه اینکه آمین نمیگن، نه اینکه بسم الله نمیگن، سر میگن تو دلشون. خب ما هم شافعی بودیم، تو مکه بودیم، تو عربستان 9 سال اونجا بودیم. خب اونا آمین جهر میگن، حنبلی ها، شافعی ها. ما اولین باری که رفتیم پاکستان خب همه حنفی بودن، ایستاده بودیم، امام گفت ولد ضالین، ما 2 نفر که با هم بودیم گفتیم بعد دیدیم که اصلا کل جمعیت نمیگه مین، ساکت شدیم. تو رکعت بعدی دیگه نگفتیم، تو دلمون گفتیم. زاهدان میریم، مولوی عبدالحمید میگه که تو سخنرانیاش به شافعی هایی که میان از کردستان و از تالش و هشپر و اسالم و جنوب و بوشهر و اینا شافعیان میان ختم بخاری، میگه که آمین رو بلند بگید تا بلوچا بشنون. تا این تعصبات از بین بره. خودش تأکید میکنه، میگه آمین رو بلند بگید تا بشنون بلوچا. یه وقتی آمدن منطقه بدونن بابا یه مذهبی هم هست و تناقضی توش نیست. خیلی از بچه های شافعی مذهب تو دارالعلوم زاهدان دارن میخونن، حتی یه رشته فقه شافعی هم اونجا داره تدریس میشه به خاطر اینا. شما برید کتب حدیث رو نگاه بکنید، کتابای حدیثی، کتابای حدیث برید نگاه بکنید. وتر رو به چند روش گفته میتونید بخونید. وتر در 2 سلام، یه 2 رکعت، یه رکعت. این که تاکید شده روش تو مذهب شافعی و حنبلی. وتر در 1 سلام با 2 تا تشهد. وتر در 1 سلام با 1 تشهد. 3 تا روش برای خوندن وتر هست. قنوت بعد از رکوع، قنوت قبل از رکوع. همین اینها ثابت شده. حالا ما آمدیم تقریبا یه چیز وسطی گرفتیم که همه، خب حالا اگر ما هم تعصب داشتیم میگفتیم که چه آقا وتر همینه، میخوای اهلا و سهلا، نمیخوای نه. کمی این افق فکریمون بازتر بکنیم. یک کنفرانسی الان هست امسال در تاجیکستان، سال امام ابو حنیفه اعلام کردن. حکومت تاجیکستان هر سال به یکی از بزرگان، چه سال یکی از بزرگان، یکی سال امام بخاری، سال بعد مثلا امام اعظم، امام ابو حنیفه، سال بعد سال نمیدونم یکی از شعرا، همینجور. اینا متعلق به کل جهان اسلامه. عوام الناس حق ندارن بگن ما شافعی هستیم یا حنفی هستیم. این که فلانی شافعیه فلانی حنفیه مخصوص کسانی است که دلیل میدونن و دانشگاه خوندن و علم خوندن. خب تو بگی حنفی هم، خب من میگم حنفی کیه؟ تو چی میدونی حنفی کیه؟ تو بگی شافعی، خب باید بدونی که من که پیروشم اینه. تو چی میدونی؟ دلیلش چی میدونید؟ استنباطش چیه؟ در نتیجه علما میگن برای عوام اصلا درست نیست که بگه من مذهبم اینه، مذهبم اینه. و وقتی سوال شرعی براش پیش میاد، از نظر شرعی درست نیست که به یه شیخی مراجعه بکنید بگی که شما حنفی هستید یا شافعی هستید یا مالکی، من یه سوال شرعی دارم. اگر گفت من حنفی هم، دیگه خداحافظ، من سوالم نمی کنم، سوال ندارم، سوالم تمام شد. وقتی پیش عالم میرید باید بگی حکم خدا و رسول خدا چیه. خوب دقت بکنید، ادب در سوال کردن. اگه نظر تو چیه؟ نظر من چیه؟ وقتی سوال شرعی برات پیش میاد باید از عالم سوال بکنی. اول سوال نکنی که مذهبت چیه. میگه خود ما همدیگر رو دوست نداریم. میگن ازاجا همون ازاجا است، اما دهان ملا عثمان میخواد. مهاجرین میدونن ازاجا همون ازاجا است، اما دهان ملا عثمان میخواد. این ضرب المثل تو افغانستان. همه کس ازاجا تفسیر میکنه، ولی وقتی ملا عثمان تفسیر میکرده یه چیز دیگه بوده. یه جوان حنفی به من گفت که شیخ من میتونم قرآن دست بگیرم تو نماز تراویح، حواسم جمع‌تر میشه، نگاه میکنم اونطوری حواسم پرت میشه.
دیگه بعض از دوستان من گفتن تو شافعی شدی. سبحان الله، یعنی کافر شده. اگر کسی موبایلش زنگ خورد داخل نماز، حالا یه آهنگ هم انداخته رو موبایلش تا آخر نماز داره موسیقی برات میذاره، گفتن حرکت نباید بکنی تو نماز، حرکت اضافی نماز باطل میشه. برای نجات نماز خودش و نجات نماز کل جمع باید تو نماز دست بذاره رو موبایلش خاموش بکنه. برای نجات نماز خودش. اگر اول رکعت یک نماز 4 رکعتی است، حالا این آهنگش هی پشت سر هم داره میزنه، برای حفظ و نجات نماز خودش و نجات همه و حفظ امام باید دست بکنه تو جیبش، موبایل در بیاره یا تو جیبش دکمه رو خاموش بکنه. نمازش باطل نیست، نماز همه رو نجات داده، بلکه باید این کار بکنه. این حرکت اضافی نیست. معذرت میخوام، آب بینیش سرازیر شد، رو لباسش داره میریزه، از کنترل خارجه، میتونه دست بکنه تو جیبش دستمال بیاره آب بینیش بگیره، وگرنه نظر شما کلر رو خاموش بکنیم نماز تراویح بخونیم، جماعت هم پره، نظر شما چیه؟ درام بسته باشه، کسی نماز عشا میمونه پشت سرمون؟ یک شب اگه برق بره کسی نمیمونه. پس کلر آوردن که تو نمازت کامل بکنی، که نماز به دلت بنشینه. بعضی میگن باید حافظ باشه از بر بخونه تا نماز تراویح درست باشه. حالا حافظ هست، تجویدش خوب نیست، اشتباه زیاده، صداش هم خوش نیست، یک کمی واقع بین باشیم. حافظ هست، تجویدش خوب نیست، صداش هم خوش نیست، اشتباهش هم زیاده. یه آیه میخونه گیر میکنه، 2 آیه میخونه گیر میکنه، 3 آیه میخونه گیر میکنه. یک نفرم هست صداش خوبه، تجویدش خوبه، قرائتش هم خوبه، روانش هم هست، از رو میخونه. این جوان میگه شیخ من حنفیم، توبیخ شدم، منو توبیخ کردن چون قرآن دست گرفتم، گفتن تو شافعی شدی، نماز درست نیست. ولی خودش میگه وقتی من رو قرآن نگاه میکنم دیگه حواسم این طرف اون طرف نمیره. دقیق تا امام گفت الله اکبر رفت رکوع منم میرم. یه روز حضرت معاذ رضی الله عنه پیش نماز شد، یک نماز طولانی خوند، یه نفر تو جمع بود چه خواست نمازش رو قطع بکنه بره، یه بدویی بود. پیامبر به معاذ گفت که تو میخوای فتان باشید، فتنه بکنید. علی بن جابر، شیخ علی بن جابر وقتی آمد امام مسجد الحرام شد، نوار داره، کل لاتای مکه همه ریختن تو مسجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، از ما نیست کسی که خوش آوازی با قرآن نکنه. ابوذر غفاری صدای خوشی داشت، قرآن میخوند تو دل شب، پیامبر رد میشد گوش تا سیخ ایستاد، بعد گفت ابوذر مزمار داوود به تو داده شده، حضرت داوود علیه، از بس که صداش خوش بود. ما هر طوری که شده برای خوب نماز خوندن، حواس جمع شدن تو نماز، جذب جوانا، آرامش تو نماز، تصحیح قرائت. خواه اگر یه جوونی از اول قرآن دستش بگیره با امام حرکت بکنه، این حرکتی که ورق میزنه چون جزو نمازه، برای تکمیل نمازشه، برای آرامششه، نماز باطل نمیکنه. حرکت جزو نمازه، همون که گفتم که برای نجات نمازش. خودش داره میگه جوان اونطوری چه حواسم پرد میشه. اگر کسانی جوانایی مثلا یه ختم قرآن خوندن قبلا ولی ختمشون روان نیست، تو تراویح میگم هیئت فتوای عربستان، بالاتر از اون نداریم دیگه، و جهان اسلام میگم اگر 2 میلیون نفر تو مسجد الحرام نماز میخونن، شاید 500,000 نفر قرآن دستشونه، پشت سر صدایست.
اونجا کمتر حواس آدم پرت میشه، شوقش بیشتره، ولی قرآن دستشونه، قرائتشون دارن تصحیح میکنن. اینطوری گوش تنها قرآن میشنوه، اونطوری چشمت هم کلام رب العالمین داره میبینه. ولی اگر کسی قرآن اجباری نیست، تو نماز سنته، نگفتن تو نماز فرض. یعنی هم چشم تو هم گوش تو داره میشنوه، هم چشم تو، هر دوتا دارن عبادت میکنن. نگاه به قرآن چه عبادته، نگاه به کلام عبادته. سخت نگیریم، علما آسان گرفتن. اون زمان حافظ زیاد بوده و اون زمان 7 قرآن تو کل ممالک اسلامی بوده، 7 جلد قرآن بس. چون باید رو سنگ می نوشتن، رو پوست می نوشتن، رو چوب می نوشتن، رو استخوان می نوشتن. نمیشه که استخوان بیاری تو نماز رو دستش میگیره استخوان، مگر میشه؟ باور بکنید اگر قرآنی به این جمع و جوری، به این جمع و جوری، یعنی حتی چه در مسجد الحرام، در مسجد النبی خیلی هستن قرآن 30 جز کامل تو موبایلشونه، اصلا قرآن دست نگرفتن، موبایل دستشون گرفتن، امام داره میخونه. اگر باطل میشد نمازشون، خب اونجا کم عالم نیست تو عربستان سعودی، تو مسجد الحرام که بگن بابا شما ول معطلی، 2 ساعت تو نماز ایستادی، هیچ، نمازتون برباد رفت، قرآن از رو دست گرفتید. ولی مطمئن باشید که میگم 7 قرآن بوده، 7 قرآن چاپی بوده. قبلا که حالا قرآن هر تکه یک جای بوده، روی پوست نوشته بود، یه تکش پیش فلانی بوده، یک تکش پیش عبدالله بن مسعود بوده، یک تکش پیش حضرت علی بوده، ولی در زمان عثمان همه قرآن ها رو جمع آوری کردن. امروزه معروف به اسم مصحف امام، اگر شنیدید مصحف امام، همینه دیگه. 7 قرآن در بعضی روایت ها میگن 5 تا، یکی تو مکه نگه داشتن، یکی تو مدینه، یکی فرستادن کوفه، یکی فرستادن برای کل اهل مصر، یکی شام، یکی یمن. یعنی یک قرآن چاپی فرستادن برای کل مردم مصر. اونم به چه بزرگی! حالا اون قرآن کی میتونه دستش میگیره پوست ورق بزنه؟ ولی امروز قرآن چقدر سبکه، از این کوچکتر هم هست، اونایی که چشمشون بهتر میبینه، برای نوجوانا و جوانا. خب دست بسته اینطوری، قرآن هم دستش گرفته، حواسش هم بیرون نمیره. و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همونطور که گوشش میشنوه چشمش هم حرف به حرف قرآن داره میبینه، حواسش چشمشه، حواسش هم به گوششه و چشمشه. خود این نوجوان میگفت که من وقتی قرآن دسته اصلا حواسم بیرون نمیره، قرائتش هم تاثیر میشه. سخت نگیرین، سخت نگیرین. در مذهب شافعی اگه دست به دست زن خورد وضو باطله، شنیدید؟ قصد باشه بدون قصد باشه، این فتوای مذهبه. ولی خود امام شافعی یه جای گیر افتاد. کجا گیر افتاده؟ تو حج گیر افتاد. 3 چیز وضو لازم داره. این 3 چیز چیه؟ یکی دست زدن به قرآن، دست زدن به قرآن، نه از بر خوندن، دست زدن به قرآن، یکی طواف خانه خدا و یکی نماز. این 3 چیز وضو لازم داره و طهارت لازم داره. سعی بین صفا و مروه اگه وضو باطل بشه مسئله نیست. بدون وضو میتونید دعا هم بخونید، ذکر هم بکنید، قرآن از برید بخونید، ولی حملش بجز تفسیری که کلمات تفسیر بیشتر از کلمات قرآن باشه اشکال نداره. امام شافعی تو حج گیر افتاد. حالا اگه بگه هر کسی دستی به دست زنی خورد وضوش باطل میشه، خب حج تموم میشه، وقت حج تموم میشه، هی میره و میاد، میره و میاد. بعضی موقع آدم وسط 4 تا زن تو طواف گیر میکنه، از 4 طرف فشار. گفت اونجا حرجه. از یه طرف هم میگیم خب چرا اینقدر سخت گرفته امام شافعی؟ تق خانم یه لیوان آب بده، لاشعوری دستش به دستش خورد، تق وضوش باطل شد، شکست وضوش. ما میگیم میشکنه وضو، وضوش باطل شد. شاید بگیم امام شافعی اینجا خیلی سخت گرفته. تو مذهب احناف منظور از اولا مستم النساء جماست.
امام مالک میگه و امام احمد ابن حنبل منظور از لمس لمسی است که با قصد باشه و شهوت و دل حرکت بکنه. او لامستم النساء خداوند گفته. امام ابو حنیفه میگه منظور از لمس دو تا خط نگاهه. امام شافعی میگه نه، منظور از لمس زمانی که دست پوست دو تا جنس مخالف به هم بخوره بدون یک کوششی، بدون یک حائلی، تا خورد، این در لغت عرب بهش میگن لمس. حالا با قصد باشه، بدون قصد باشه، فلان باشه، قرآن نگفته. قرآن گفته او لامستم النساء، وقتی زن لمس کرد. کدومی که اشتباه است به نظر شما؟ هیچ کدومش اشتباه نیست، همه برگشتن به سیاق کلمه یا به لغت عرب. ولی من میگم من اینجا مالکی ام. من اگه دستم به دست زنم بخوره یا یه لیوان آب دستم داد وضو گرفتم، یه حوله دستم داد، ساعت هم دستم خورد، وضوم باطل نمیشه. قصدی نیست، حرجه. یکی از ویژگی های دین تیسیره. یکی از ویژگی های دین شمولیته. دین اسلام چند تا ویژگی داره. شمولیت یعنی کل زمینه های زندگی و ابعاد زندگی و مسائل زندگی مادی و معنوی و جسمی و روحی و فکری و همه رو در بر گرفته. یکیش هم یسره. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این آیه قرآنیه. چرا سخت میگیرین؟ یه نفر تو سفری رفته بود، همراه صحابه با هم رفته بودن، شب جنوب شد، احتلام شد، هوا خیلی سرد بود. از یکی سوال کرد از همراهانش که من میتونم که تیمم بکنم؟ گفت نه، باید آب بزنیم. مرد. رفتن خدمت رسول الله. رسول الله خیلی ناراحت شد، نفرینشون کرد، گفت قتلوه. لکن نمیدونی تیمم غسل میدونی چطوریه؟ تیمم غسل، یه بار عمار ابن یاسر بود فکر میکنم، جنوب شد توی یک مسافرتی، بعد آمد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فکر میکرد که تیمم غسل باید ملق بزنه داخل چه خاک. تیمم غسل دیگه باید آب به کل بدن، خاکم به کل بدن. خودش آمد محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت تمرغت کما تتمرغ الدابه. معلق زدم تو خاک همونطوری که چارپا معلق میزنه. رسول الله بهش گفت نه بابا، کافی بود که دوبار دستت بزنید. مثل تیمم چه؟ مثل تیمم نماز. کافی است که دوبار بزنی، یک بار برای صورتت، یک بارم برای دستت. این تیمم غسله. خب میگیم وضو و غسل برای طهارت، نظافت. خاک داریم به سر صورتمون میکشیم برای چی؟ چون اصل مادی خلقت انسان دو چیزه، آب و خاکه. انسان از آب و گل درست شده دیگه. اینجا هر دو تا اصلش درش رعایت شده تو بحث تیمم. ولی اگر آب دید، گفته بعد اگر به آب رسیدی، آب چه؟ به بدنتون بزنید. همینطوری از سر خودتون فتوا ندید. این شافعی، این حنفی، این تفکیک بکنید و بریم دیگه. پس ما این همه بلوچا رو دوست داریم، این همه افغانی ها رو دوست داریم، براشون میمیریم، باور کن، از بس که دوستشون داریم. اللهم اقبال الله. من رفتم بنگلادش، 10 روز اونجا بنگلادش بودیم، از این بنگالی ها سیر نشدیم. باور 10 روز اونجا بودیم ازشون سیر نشدیم. دست به لباس عربا میکشیدن، اصلا جای عربا یه جای ویژه بود. عرب 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 عرب، هر کسی هم لباس عربی تنش رو فکر میکردن عربه. ما هم که عربی، ما رو برده بودن تو همون جایگاه عربی، چون عربی بلد بودیم. خیلی اکرام کردن. دو طرف این میدان، این جاده ایستاده بودن که میرفت به میدان منتهی میشد. فقط جواب سلام مهمانا بدن. باور کن ما تو این 10 روز به اندازه طول این 40 خورده سالمون سلام شنیدیم. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، از همه طرف ها سلام علیکم، سلام علیکم، علیکم السلام، الله الله، دستش به هم بالاست، الله، سلام علیکم.
به ما گفته بودن که دستشون نگیرید. سبحان الله، دست برادرمون نگیریم. بعد فهمیدیم که اگه دست بگیریم چقدر خطرناکه. از بس که محبت داشتن، جمعیت میلیونی بود دیگه، میریختن رو دست مهمان، فشار می آوردن، با وقت دست به همین لباسش میکشیدن که عربه. من 3 روز ما رو تشکیل کردن تو یک محله از داکا. اونجا گفتم والا شما چرا اینقدر عربا رو دوست داری؟ عربا خود شما رو قبول ندارن. رفیق خودمون به بنگالی ها میگیم رفیق، نه؟ کاش که اون رفیق معنا، یعنی معنای رفیق بود. رفیق یعنی دوست، اما برای تحقیر رفیق. کسی نمیدونه که بهتره، که کاملتره. هنگام مرگ مشخص میشه. یوم تبلی السرائر، وقتی که اسرار و اون چیزی که پنهانه برملا میشه روز قیامت، میدونی که نزدیکتره به خداست. میدونی چرا من گفتیم بنگالی که چرا عرب رو دوست دارید؟ گفت ما عرب رو دوست داریم چون عرب برای ما سوغاتی آورده. بهترین سوغاتی برای ما عرب آوردن. گفتم منظورت چی از سوغاتی؟ گفت دین خدا. عرب برای ما آوردن سوغاتی. سبحان الله. وقتی فضیلت یک ذکری میگفتن تو جلسه، کل بنگالی ها میگفتن سبحان الله سبحان الله. یعنی اگر کسی یک بار بگه لا اله الا الله، این قد ثواب داره. سبحان الله، تعجب میکردن. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہی ہم وطن ہے، سارا جهان ہمارا. گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من تو هم یا تو منی. چین مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هموطن منه. هر کجا که باشه سارا جهان همارا، کل جهان مال منه. علامه اقبال لاهوری میگه، فیلسوف اسلام. تفکیک نکنیم که این مذهبش فلانی، این مذهبش فلانی، این مذهبش فلانی. سوال شرعی برات پیش آمد، برو پلو شیخ زئی، برو پلو مولای فلان، هر کسی. حکم خدا و رسول خدا در این مسئله چیه؟ من گیر کردم. خیلی از برادر احنافمون میسن تو نماز وتر میخونن، بابا موقع قنوت دستشون میبندن. خیلی محترمن. کسی بهشون چیزی گفته؟ من این صحبت ها دارم میکنم به خاطر که سوال برای بعضی از خود احناف پیش آمده که نمازمون باطله، فلانمون باطله، فلانمون باطله. نه، وگرنه ما این صحبت ها گاهی نمی کنیم. ولی خیلی الان چه مسائل برای شما روشن شد. خیلی مسائل است که ما چون یک جا دیدیم و یک جا رفتیم و از یه نفر شنیدیم، فکر میکنیم همش همینه. وقتی انسان رفت و دید، افقش باز شد و شنید، میدونه که نشنیده. اونایی که نشنیده، چیزهایی که نشنیده خیلی بیشتر از چیزهایی است که شنیده. حکیم میگه عدم العلم به شیء لا يدل على عدمه. علم و آگاهی من به یک مطلبی دلالت بر عدمش نمیده. شاید خیلی چیزا من ندونم و نشنوم، دیگران شنیدن، دیگران میدونن. متواضع باشیم. بعد از رمضان کنفرانس امام ابو حنیفه امام اعظم در تاجیکستان برگزار میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر میدونستید، پیام بازرگانیه، اگر میدونستید در صف اول و اذان چه فضیلتی هست، در صف اول چه فضیلتی هست، اگر مجبور میشدید که سینه خیزم بیاید میآمدید، و اگر جاتون نمیشد تو صف اول مجبور میشدید که قرعه بندازید، قرعه مینداختید. میگه کم کم یکی از شما تو صفای آخر خودش جاش میکنه تا اینکه خدامون عقب بندازه. اگر میدونستید چه فضیلتی تو صف اول هست، طرف شاید زود بیاد ولی آخر میشینه. موقع اقامه هم آخر نشسته که مجبور میشید قرعه بندازید، قرعه مینداختید برای رسیدن به صف اول. ولی یه خواهش هم دارم، پشت سر امام کسی بیسته که عالمه. یه خواهشی دارم از بچه های عزیزمون و نور چشممون، بچه هایی که خردسالن، صف دوم سوم ترتیب صف داری مال اوناست.
ولی از عزیزانی که فقیه نیستن، عالم نیستن، پشت امام نیستن، به خاطر که زد امام چه اشتباه کرد، حالا یه عالمی اون گوشه ایستاده. نه اینکه پشت سر امام یعنی دیگه اختصاصی مال یک نفره که بیاد جانمازش بندازه، نه. زدی امام وضوش باطل شد تو نماز، امام وضوش باطل شد. اگه کسی وضوش باطل شد تو نماز چیه؟ هم احتمال داره که امام وضوش باطل بشه و هم مأموم. سنت اینه که در بینید بگیری، سرت بندازی پایین بری. اونی که پشت سر امام میاد جای امام تو نماز و نماز رو ادامه میده، دیگه از اول نمیخونن. حالا پشت سر امام همه ایستادن، هیچ کدومشون فقیر نیستن. امام وضوش باطل شد رفت بیرون. حالا شما میخوای غنی بشی یا نه؟ میخوای غنی بشی، درسته؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر مسلمانی 40 نماز تکبیرت الاحرام با امام بگه، وقتی امام گفت الله اکبر چه این تو صف باشه، 2 تا براءت برای اون نوشته میشه، 2 تا نجات. یکی نجات از نفاق، دیگه منافق نمیشه، و یکی نجات از جهنم. یه پیام دیگه، اگر کسی پیامبر گفته روز 100 بار بگه لا اله الا الله لا اله الا الله، از او بهتر روی زمین کسی دیگه نیست مگر یک نفر. اون یک نفر کیه؟ دیگه میدونن، کسی که 101 بار بگه، نه کسی که سید باشه. یعنی مثلا 100 بار یک سید بگه، 1000 بار یک غیر سید بگه، نه، این کاری به سید و غیر سید نداره. کسی که 101 بار بگه اون از اون بهتره. چرا پیام بازرگانی تو تلویزیون میدن؟ خاطر که برید جنس بخرید. خب منم دارم پیام میدم، برید بخرید دیگه، خریدارش باشید، تلاش بکنیم ان شاء الله. باور کن غنی میشیم. به امید دیدار ان شاء الله در جلسه بعدی ان شاء الله، اگر خدا حیاتی باقی داد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.